ما بلژیک رو میبریم، با مصر یک تساوی خواهیم داشت، نیوزلند رو پاره خواهیم کرد، با 7 امتیاز به دور بعد بریم. به فرانسه میخوریم، امباپه رو مهار میکنن. چیه بچه‌های ما خیلی انگیزه دارن ها. یک حواله بدی امباپه رو به 4 میخ میکشن. مگر دوکو از دوکو میترسم. دوکو بازیکن بلژیک هست. ولی مهداد جان از من نشنیده بگیر، اگه بریم 2 شب در الی، 1 شب در سیاتل. شبهای الی من باشم، شما قطعی نیست ویزا داری؟ شما کجا خدمت کردی؟ تیم ملی هم صعود کنه بره مرحله بعدی. تیم ملی ما تا فینال خواهد رفت. شخص آقای قلعه نویی ما خیلی به ایشون امیدوار هستیم. قول دادن که صعود کنه. مهداد جان قول دادن 1 هفته کشور تعطیل میشه. چی کار میخوام بکنم؟ ما اونجا چه کار؟ مهداد جان خود من در اونجا شخصا کاری میکنم کشور 3 ماه تعطیل. اگر متوجه بشن. ما بلژیک رو میبریم، با مصر یک تساوی خواهیم داشت، نیوزلند رو پاره خواهیم کرد، با 7 امتیاز به دور بعد بریم. به فرانسه میخوریم، امباپه رو مهار میکنن. چیه بچه‌های ما خیلی انگیزه دارن ها. یک حواله بدی امباپه رو به 4 میخ میکشن. مگر دوکو از دوکو میترسم. دوکو بازیکن بلژیک هست. ولی مهداد جان از من نشنیده بگیر، اگه بریم 2 شب در الی، 1 شب در سیاتل. شبهای الی من باشم، شما قطعی نیست ویزا داری؟ شما کجا خدمت کردی؟ تیم ملی هم صعود کنه بره مرحله بعدی. تیم ملی ما تا فینال خواهد رفت. شخص آقای قلعه نویی ما خیلی به ایشون امیدوار هستیم. قول دادن که صعود کنه. مهداد جان قول دادن 1 هفته کشور تعطیل میشه. چی کار میخوام بکنم؟ ما اونجا چه کار؟ مهداد جان خود من در اونجا شخصا کاری میکنم کشور 3 ماه تعطیل. اگر متوجه بشن.